سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با بررسی فصل 2 گابلین که خیلی ها منتظرش بودن. که این وسط یه خبر خوب وجود داره و یه خبر بد. اول میریم سراغ خبر خوب. خبر خوب اینه که وقتی که بخوایم تون برداشت کنیم از درون بازی، راه جلو پامون رو خیلی راحت‌تر گذاشته. چرا؟ چون وقتی که 10,000 تا توکن داخل بازی رو جمع کنیم میتونیم ازش نیم تون بگیریم. اون 10,000 تا راحت‌تر از فصل 1 جمع میشه. فصل 1 خیلی زیاد میخواست و 7 گاری باز میکردیم تا سکه نقره‌ای یا طلایی بتونیم جمع بکنیم تا بتونیم یه مقدار تون ازش بگیریم. اما این اومده از ماینر اول شروع کرده، یعنی از ماینر اول که فعال کنی شروع میکنه اون توکن رو واسهتون جمع آوری. یه خبر بدی هم که این وسط وجود داره اینه که به 90% کاربرا زیر 20 تا دونه سکه جی ام جی داده. سکه جی ام جی وقتی که بخوایم ماینر رو فعال کنیم لازمه. مثلا 10 تا دونه از من گرفت واسه اینکه ماینر اول رو بخرم. جدا از اون که الان دیگه سکه‌ای ندارم که بخوام باز واسش کارگر بگیرم. الان کارگر 5 تا دونه سکه جی ام جی میخواد که فقط این قسمت سردیف اول رو باز کنه. به جز این که بخوام کارگر بخرم، اینا رو ارتقا بدم که بتونم بیشتر واسم ماین کنه. یه راه حل جلوی پامون گذاشته، چون به غیر از این راه حلی که میخوام بگم هیچ جوره دیگه نمیشه سکه جی ام جی به دست آورد تو این بازی واسه شروعش. راه حلش هم اینکه باید بخریم ازش. 1 تن و 1 دهم 1 تن میگیره. میخوام تا 100 تا دونه سکه جی ام جی بهمون بده. این 100 تا دونه اصلا چیز خاصی نیست، چون واسه گاری اول حداقل 700 800 تا سکه میخواد و اینکه خوب تقویتش کنیم بتونه اون چیزی که میخوایم و واسمون ماین کنه که بتونیم مثلا باز گاری بعدی رو بخریم، همینجوری ارتقا بدیم. یعنی اگه ما بخوایم 500 تا در نظر بگیریم بعد 5 تن یا 6 تن بهش بدیم. این اصلا منطقی نیست. واسه اینکه بخوایم در آینده خود همون تنا رو بهمون پس بده اولش باید بهش تن بدیم. یه جوری دوستی خاله خیرسه است. اونایی که زیر مجموعه داشتن از فصل قبل، چرا اونا تونستن استارت بزنن؟ چون توکن بیشتری بهشون رسیده بود، بالای 500 600 هزار تا. اما واسه 90% کاربرا یا مثلا این اکانت دیگه من زیر 20 تا دونه داد که الان مجبورم اگه بخوام شروع کنم توکنشو بخرم ازش، که من اصلا این کارو نمی‌کنم. حالا شما اگه دوست داشتین بخرین، اما منطقی نیست خریدنش. میگیرین چی میگم؟ منطقی نیستش، چون نسبت به قیمت تونی که الان تو بازار هست خیلی زیاده. بخوام 1 دهم تن بدیم واسه اینکه 100 تا دونه جی ام جی بخریم، فقط 1 ماینر فعال کنه. اونم چی؟ قبل اینکه ارتقاش بدیم با چقدر بخریم تا ارتقاش بدیم تا اون حدی که میخوایم و بهمون بده. اگه خبر جدیدتری اومد از در موردش واسهتون حتما ویدیو میگیرم میسازم که ببینیم داستان چیه این وسط. چون با این حرکتش کلا 1,800,000 نفر کاربر داره. تقریبا شاید بهتون بگم 200,000 نفر فعالن الان داخلش. 200,000 نفر، یعنی بیشتر از این فکر نمی کنم باشه، چون 90% کاربرا دیگه فعالیتی ندارن داخلش. احتمالاً تا یه هفته دیگه یه حرکت دیگه بزنه، چون هیچ کس نمیاد این مقدار تونو بده که بخواد درون بازی خورد اون تونا رو پس بگیره. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودین. خبرهای جدید حتما میذارم داخل چنل، پیگیر باشین. خدا نگهدار.